بیاین بریم دیت. این چه کار مسخره نو. شاپینگ. هر کی بگه از شاپینگ خوشش نمیاد دروغ میگه. من بهش 3 رو میدم. دیت ورزش رو خیلی دوست دارم. هر اکتیویتی باشه که رقابتی باشه اینا دوست دارم. اینا دوست دارم. انقدر دوست دارم کل کل کردن و پامو ببوسه، جلوی پام سجده کنه. اولا اینکه این کار هر روزش، هر روز باید قبل از اینکه منو ببینه یه دور بیاد دم در خونمون، اول جلو پام سجده کنه، منو ببوسه، بعد بره دوباره بیاد. بعد وقتی دوباره میاد با دست گل بیاد. ای کاش 1 نمیدادم به اون، اینو میدادم به 1. گل. یه 5 دیگه. بعدم میاد خیس میشم. اگه برفوت دوست داشتم. این دیونه بازی هم خوب خوش میگذره. مچ بستگی داره که بازی چی باشه و اصلا تیم ملی اینا باشه. خیلی دوست دارم. کلا دوست دارم چیزایی که توشون هیجان و آدرنالین دوست دارم. برای همین بستگی داره چه مسابقه باشه. این هم خوبه دیگه، بالاخره گاهی اوقات هم آرامش خوبه. ولی من لازم به ذکر است که تأکید کنم اونی که جلوی پام سجده کرده بود و به همه ترجیح میدم. اصلا اون وظیفشه، کار هر روزشه. یعنی هر روز بعد این کار برای من انجام بده. تا افکت بعدی، فعلا دوستان عزیزم.